اولین بیماری سرطان یک معلومات مختصر پیش می آورید اصلا خود این چگونه بیماری است؟ این نمود بیماری که تنها از حجایرهای اپیتلی به وجود میآیند. حجایرهای اپیتلی باشد در زبان، در سرخ، در معده، در روده ها و اینچنین و دیگر یک چند عضوهای کوکی شکم و عضوهای کوکی قفس سینه هست، در پوست حجایرهای اپیتلی هست که همونها وقتی که گرفتار بیماری های اوموسای بدخیم می شوند اینهای نامشان را بیماری سرطان میگویند. که از تشخیص میگذارد و علاقه تشخیص معین میکند که شما باید خوب میشد یک مرتبه نزد همون طبیب سرطان شناس میرفت، یعنی به مرکز شما روانه میکرد. از کجا پیدا میشود به انسانی سالی؟ ایشی که هست اینها هم تا اینها پوره آموخته شدگی نیست. میفهمم چنین اندیشه هست، یعنی چه خیلی که شما گفتید علاقه حالا نزد طبیب نرفته، علاقه بیمار خودش رو روی افتاده میکند. کیمیا درمانی دیگرشون اصولی جراحی. بعضی بیماران نیست با همون طبابت نوری هم طبابت میکنند. از نسل به نسل میگذرد، یعنی ارثی میگویند. آیا این بیماری هم به چنین گروه داخل میشوند یا نه؟ فرزندانشان کسری سرطان بشن این اندیشه عموما نادرست است. سرطان این طبابت کمپلکسی هنگامی سری وقت مراجعه کردن این بیماران ممکن که با یک اصولی طبابت شن، جراحی یا اینکه کیمیا درمانی یا نوری. وقتی که سری وقت مراجعه برای همین هنگامی شروع کردن حتما به مرکز سرطان شناسی به متخصصان مراجعه کرده توصیه طبیبان بود. اینجا ما رسیدیم ما به فرجام برنامه، تنها با امید صحتی و سلامتی تا برنامه های دیگر معلیک شما خیر و خوش میکنیم. تن صحت و سالم بمانید.